إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه ونور عرشه ومظهر لطفه سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و علاقمندان شبکه جهانی وسال حق و دوستداران برنامه الگوهای هدایت، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. الله سبحانه و تعالی را سپاس میگوییم که برای من و شما توفیق بخشید تا اینکه یک بار دیگر از برنامه‌های الگوهای هدایت که ارتباط به شناخت سیدنا ابوبکر صدیق هست در خدمت شما قرار بگیریم. در جلسه گذشته ارتباط به نقش سیدنا ابوبکر صدیق در غزوه بدر و احد و غزوات مختلف، خصوصا غزوه تبوک، اشاره شد. حالا ارتباط به ابوبکر صدیق که به عنوان امیر در سال 9 هجری به سفر حج قرار می گیرد، امیر حجاج می شود. در سال 8 مکه مکرمه فتح می شود. در سال 9 سیدنا ابوبکر صدیق به عنوان امیر عازم بیت الله الحرام می گردد. در این سفر وقتی که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم حضرت ابوبکر صدیق را به طرف مکه مکرمه می فرستند و سیدنا ابوبکر صدیق پیامها دارد. باید مکه مکرمه پاکسازی شود، باید دیگر مشرکین در کنار کعبه قرار نگیرند، در مکه مکرمه داخل نشوند، باید آن اعمال مشرکانه از سرزمین مکه، از مراسم حج، از منا و عرفات و مزدلفه برچیده شود که به سال 10 که رسول معظم اسلام می روند او اعمال مشرکانه را به چشم نبینند. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم سیدنا ابوبکر صدیق را می فرستند. حضرت ابوبکر صدیق وقتی که حرکت می کنند، بعد از سیدنا ابوبکر صدیق رسول معظم اسلام سیدنا علی بن ابی طالب را هم میفرستند. موضوعات به سیدنا ابوبکر صدیق گفته بودند، موضوعات مانده بود، به سیدنا علی بن ابی طالب میگویند که برو برای ابوبکر صدیق بگو. در مسیر راه سیدنا علی بن ابی طالب با سیدنا ابوبکر صدیق یک جا میشوند و کنار همدیگر قرار میگیرند. سیدنا ابوبکر صدیق برای سیدنا علی بن ابی طالب میگویند یا علی، شما را پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به عنوان امیر فرستاده یا به عنوان مأمور؟ ببینید سیدنا ابوبکر صدیق سر تا پا تسلیم هست که مبادا رسول معظم اسلام حضرت علی را به عنوان امیر فرستاده باشند. اگر به عنوان امیر فرستاده باشند که ابوبکر بیاید مأمور شود.
حضرت ابوبکر صدیق تسلیم هست. ببینین در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم خیلی وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم پرچم با یک صحابه میدادن، با یک صحابه‌ای که سنن علما از سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان ذی النورین، سیدنا علی ابن ابی طالب یا سنن یا علما پایین تر بود، صحابه اطاعت میکردن. صحابه نمیگفتن که تو سن تو پایین تر هست، علم تو کم تر هست، فلان هست و فلان. نه، رسول معظم اسلام وقتی تعیین میکردن به عنوان امیر، به عنوان پرچمدار، دیگر از او اطاعت میکردن. سیدنا ابوبکر صدیق وقتی برای سیدنا علی ابن ابی طالب رضی الله عنهما وقتی اشاره کردن که شما به عنوان امیر آمدید یا به عنوان مأمور، حضرت علی کرم الله وجهه چی زیبا میفرمایند: یا ابابکر، من به عنوان مأمور آمدم تا تحت امارت و قیادت شما باشم. سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وظیفه برای سیدنا علی ابن ابی طالب میدهند و همچنین حضرت ابوبکر صدیق ابو هریره را با گروهی از صحابه رضوان الله علیهم اجمعین اینها را وظیفه میدن که ابو هریره با این گروهی از صحابه شما در تحت رهبری علی ابن ابی طالب باشید و حضرت علی رضی الله عنه به تحت رهبری و قیادت و امارت سیدنا ابوبکر صدیق در این مراسم حج کار می کند، فعالیت می کند. ابوبکر صدیق آمر هست، سیدنا علی ابن ابی طالب مأمور هست. چقدر محبت، دوستی، عشق، صفا، صمیمیت بین این بزرگان بوده، ولی امروز چقدر بین اینها فاصله ایجاد میکنند دشمنان اسلام، دشمنان ابوبکر و عمر و عثمان و علی. کسی که بگه من ابوبکر دوست ندارم و علی را دوست دارم، در حقیقت دشمنی با علی ابن ابی طالب کرده است. کسی که بگوید من عمر را دوست ندارم و علی ابن ابی طالب را دوست دارم، در حقیقت دشمن علی ابن ابی طالب هست. چگونه دوستی؟ چگونه دوستی؟ با دوستان علی ابن ابی طالب بغض ورزیدن، دشمنی کردن، کینه ورزیدن، این محبت به علی ابن ابی طالب هست؟ این دشمنی با علی ابن ابی طالب هست. سبحان الله. پس حضرت ابوبکر صدیق در سال 9 هجری به عنوان امیر از طرف رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم انتخاب میشن و سیدنا علی ابن ابی طالب هم در کنار سیدنا ابوبکر صدیق تلاش میکنن و دستوراتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به سیدنا ابوبکر صدیق، به سیدنا علی ابن ابی طالب داده بودن، آنها را اجرا میکنن. حضور سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه در حجة الوداع با رسول الله صلی الله علیه و سلم. سیدنا ابوبکر صدیق در حجة الوداع در سال 10 بعثت، سبحان الله، در سال 10 هجرت، ببخشید، در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم. ابوبکر صدیق قبل از اسلام رفیق پیامبر، دوست پیامبر، دوست محمد رسول الله. ابوبکر صدیق از جمله سابقین الاولین، اولین کسی که به رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان می آورد در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم، از نخستین لحظات در کنار پیامبر.
ابوبکر صدیق اولین تصدیق کننده معراج پیامبر، سیدنا ابوبکر صدیق یار غار پیامبر، سیدنا ابوبکر صدیق همرکاب با در تمام غزوات همرکاب با رسول معظم اسلام صلی الله علیه وسلم. چی شده که امروز با ابوبکر صدیق دشمنی میکنن؟ دشمنان ابوبکر صدیق را قرآن اشاره میکند که صم بکم عمی فهم لا یرجعون فهم لا یعقلون. کسی که در دنیا دشمن صحابه هست، دشمن صدیق اکبر هست، عقل نداره. الله از فوق آسمان ها میگه این عقل نداره. به خاطر چی؟ کور وصف ابوبکر صدیق را نمیبینه در قرآن و در احادیث. کوره. آیاتی که درباره صدیق اکبر نازل میشه کوره نمیبینه. کر وصف سیدنا ابوبکر صدیق را نمیشنود، شنیده نمیتواند. و همچنین گنگ که وصف سیدنا ابوبکر صدیق به زبانش نمی آید. سیدنا ابوبکر صدیق دارای چنین مقامی، منزلتی. سیدنا ابوبکر صدیق شخصیتی که الله سبحانه و تعالی در یک آیه چندین جا اشاره به سیدنا ابوبکر صدیق: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها الله أكبر فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. پس شخصیت همچون سیدنا ابوبکر صدیق، شخصیتی که باید ما فضائل این شخصیت و صفات این شخصیت را و ایمان و اخلاص این شخصیت را بیشتر و بیشترتر بفهمیم و بدانیم و او صفات را سرمشق زندگی خود قرار بدیم. بناهن مهمترین صفات و فضائل سیدنا ابوبکر صدیق چیست؟ مهمترین صفات سیدنا ابوبکر صدیق این است که ابوبکر صدیق شخصیت برجسته و متمایزی دارد که در قالب صفات بزرگ و خدایی نمودار شده است. ابوبکر صدیق افضل الخلق بعد النبیین و المرسلین، نه تنها افضل الخلق بلکه ابوبکر صدیق اعلم الخلق بعد النبیین و المرسلین. الله اکبر. نه تنها اعلم الخلق بعد النبیین و المرسلین بلکه ابوبکر صدیق اشجع الخلق، شجاعترین انسان سیدنا ابوبکر صدیق بعد النبیین و المرسلین، احلم الخلق بعد النبیین و المرسلین. سبحان الله. شجاعت ابوبکر صدیق، علم ابوبکر صدیق، زهد ابوبکر صدیق، یقین ابوبکر صدیق، اخلاص ابوبکر صدیق بعد النبیین و المرسلین برای دیگر کسی پیدا نمی شود. مهمترین صفات و فضائل سیدنا ابوبکر صدیق را بعد از یک میان برنامه انشاءالله بیان میکنیم.
با ما باشید. و بگو این سخن حق از سوی پروردگار شماست. پس هر که می‌خواهد ایمان بیاورد و هر که می‌خواهد کفر بورزد. به راستی ما برای ستمکاران آتشی فراهم نموده ایم که دیوارهایش آنان را از هر سو محاصره می کند و اگر درخواست آب کنند آبی چون مس گداخته به آنان داده می شود که چهره ها را می سوزاند. چه آشامیدنی بدی و دوزخ جایگاه بسیار بدی است. خدمت همه عزیزان، برادران و خواهران، مجددا السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. ارتباط به فضائل سیدنا ابوبکر الصدیق و صفات سیدنا ابوبکر الصدیق به طور خلاصه و فشرده، فضائل سیدنا ابوبکر الصدیق را چند حدیث مختصرا اشاره می کنیم. در حدیث که حدیث امام مسلم روایت می کنند که راوی حدیث حضرت ابو هریره هست، عن ابی هریره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. ببینید که سیدنا ابوبکر الصدیق در این حدیث دارای چی جایگاهی، چی مقامی، چی عظمتی. سبحان الله. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودن، رو به طرف صحابه کردن، من اصبح منکم اليوم صائما. چی کسی امروز روزدار هست؟ فسکتو، صحابه سکوت کردن. قال ابو بکر انا یا رسول الله، من امروز روزه دارم. بعد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن فمن تبع منکم اليوم جنازة. چی کسی امروز جنازه برادر مسلمان خود را خوانده، تشییع جنازه کرده، دنبال جنازه رفته، خلاصه چی کسی از این ثواب بهره مند شده؟ فسکتو، صحابه سکوت کردن. قال ابو بکر انا یا رسول الله، من امروز به جنازه برادر مسلمان خود شرکت کردم. بعد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن قال فمن اطعم منکم اليوم مسکینا. امروز چه کسی از شما یک مسکینی را طعام داده؟ فسکتو، سکوت کردن صحابه. قال ابو بکر انا یا رسول الله، من امروز مسکینی را طعام دادم. قال فمن عاد منكم اليوم مريضا. الله اکبر. رسول الله فرمودن چی کسی امروز از شما به اعادت مریض رفته؟ چی کسی عیادت کرده مریض را، دیدن کرده مریض را؟ فسکتو، صحابه سکوت کردن. قال ابو بکر انا یا رسول الله،
من امروز به عیادت یک مریض رفتم. فقال النبی صلی الله علیه و سلم، رسول معظم اسلام فرمودن مجتمعن فی امرئ الا دخل الجنه. الله اکبر. جمع نمی شود این صفات در وجود یک شخص مگر که او اهل بهشت باشد. اینها در وجود کی جمع شده بود؟ در وجود سیدنا ابوبکر صدیق. روزه دارد، به تشییع جنازه برادر مسلمان خود شرکت کرده، مسکین را طعام داده، از مریض عیادت کرده به یک روز. رسول معظم اسلام صلی الله علیه وسلم میفرمایند مجتمعن فی امرئ الا دخل الجنه. جمع نمی شود در یک شخص مگر که او اهل بهشت باشد. سبحان الله. رسول معظم اسلام به سیدنا ابوبکر صدیق مژده و بشارت بهشت میدن. در حدیث دیگر رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم زمانی که عمرو بن عاص را به طرف جیش ذات السلاسل فرستادن، عمرو بن عاص می آید به محضر نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم، عرض می کند یا رسول الله من احب الناس الیک. خیلی مهمه که این حدیث صحیح است. پرسان می کند چی کسی یا رسول الله به نزد شما محبوب هست؟ یعنی از همه بیشتر چی کسی را دوست دارید؟ من احب الناس الیک، محبوب ترین مردمان به نزد شما کیست؟ قال، رسول معظم اسلام فرمودن که از همه انسانها که من دوست دارم، از همه مردمان که به نزد من محبوب هست، قال عایشه هست. عمرو بن عاص میگوید یا رسول الله منظور من از زنها نبود. میفرماید قلت من الرجال، از مردها چی کسی را از همه بیشتر دوست دارید؟ رسول معظم اسلام فرمودن ابوها، پدر عایشه را. الله اکبر، الله اکبر. این احادیث چشم دشمنان سیدنا ابوبکر صدیق را کور می کند، قلبشان را می سوزاند. این که قرآن عظیم شان می فرماید که ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. در قلب منافقین مرض هست و الله هم مرض اونها را اضافه می کند. مرض منافق چی وقت اضافه می شود؟ چی وقت قلب او را آتش می گیرد؟ زمانی که صفات حمیده و پسندیده او طرفی که دوست ندارد بشنود. این حدیث صحیح است. عمرو بن عاص میگه پرسان کردم یا رسول الله من احب الناس الیک؟ قال عایشه. قلت من الرجال، از مردها؟ قال ابوها، پدر عایشه. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم اینقدر ابوبکر و خانواده ابوبکر را دوست داشتن، دختر ابوبکر را دوست داشتن. ام المؤمنین عایشه صدیقه طیبه طاهره رضی الله عنهم و رضوا عنه. در حدیث دیگر رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم اشاره می کنن و می فرماین لو وضع ایمان ابی بکر فی کفه و ایمان امتی فی کفه لرجع کف ابی بکر. الله اکبر.
اگر گذاشته شود ایمان ابوبکر در یک کفه از ترازو و گذاشته شود ایمان کل امت بر یک کفه دیگر، کفه ابوبکر سنگینی می کند. الله اکبر. این ایمان ابوبکر الصدیق، این یقین ابوبکر الصدیق و این باور سیدنا ابوبکر الصدیق. ابوبکر ابن عیاش میگوید که ابوبکر الصدیق رضی الله عنه به کثرت نماز و روزه از دیگر صحابه پیشی نگرفت. این جایگاه، این عظمت سیدنا ابوبکر الصدیق از اثر کثرت نماز و روزه گرفتن به دست نیاورد، بلکه او از ایمان و یقینی که برخوردار بود از دیگران سبقت گرفت. ایمان ابوبکر، اخلاص سیدنا ابوبکر الصدیق رضی الله عنه، او باور و اعتمادی که به ذات اقدس الهی سیدنا ابوبکر الصدیق داشت. تمام معامله سیدنا ابوبکر الصدیق با الله سبحانه و تعالی بود. به واقعیت به این عمل کرده بود: ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلك امرت وانا اول المسلمین. در حقیقت سیدنا ابوبکر الصدیق به این شعار ابراهیمی عمل کرده بود. حیات سیدنا ابوبکر الصدیق، ممات سیدنا ابوبکر الصدیق، زندگی ابوبکر الصدیق، سرمایه ابوبکر الصدیق، خانواده ابوبکر الصدیق، تمام هستی سیدنا ابوبکر الصدیق همه در راه الله سبحانه و تعالی گذاشته بود. تمام تلاش سیدنا ابوبکر الصدیق این بود که الله از او راضی شود و به او هدف و مقصود خود هم رسید که الله سبحانه و تعالی از او راضی شد و او را افضل الخلق بعد النبیین و المرسلین قرار داد. از این جایزه بالاتر دیگر نیست که نصیب انسان شود. انشاءالله فضائل سیدنا ابوبکر الصدیق که در احادیث بیان میشه در برنامه بعدی اشاره میکنیم. همه شما را تا برنامه بعدی به خداوند کریم و رحیم می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی.